دارویی که امروز میخوام معرفی کنم پماد سرافی هستش. پماد سرافی برای پوستای خشک، سرمازده، حساس و ملتهب مناسبه. تقریبا همه میتونن ازش استفاده کنن، ولی دلیلی که امروز میخوام معرفیش کنم برای شما برای کساییه که پروسیجرهای جوانسازی مثل CO2 فرکشنال، لیزر CO2 فرکشنال، RF نیدلینگ، میکرو نیدلینگ و یا حتی پیلینگ های یه مقدار قوی رو انجام دادن. پوست ملتهب شده، میخواد وارد یک فرایند ترمیمی بشه و حالا نیاز داره اپیتلیوم خودش رو از اول بازسازی کنه. پمادهای سراوی به دلیل اون محتوای پترولاتوم یا همون ماده اولیه وازلینی که دارن یک لایه چرب روی پوست ایجاد میکنن و باعث میشن رطوبت پوست از دست نره. سرامید دارن، سد دفاعی خوبی واسه پوست، اسید هیالورونیک دارن، پوست رو آبرسانی قوی میکنه و ویتامین B5 که در فرایند ترمیمی پوست خیلی کمک کننده هستش.